سلام خدمت بیننده های چینل صنعت فلزکاری. بیننده های عزیز خوش آمدین در یکی از ویدیوهای دیگه از ما. بیننده های عزیز میخواییم امروز که یک فریم خیمه جور کنیم از آین که درازی 6 متر و 50 سانتیه، بلندیش هم 2 متر و 60 سانتیه و برش هم 3 متر و 50 سانتیه. بیننده های عزیز ویدیو رو تا آخر بیننده باشین. چینل از مورم کس لایک کن، هم سابسکرایب کن، هم کامنت های خوب نوشته کن. دیگه تشکر. سلامت باشین، جور باشین.
Gülsüm.
Ayo.
Light